با درود و احترام خدمت همه همراهان محترم. در مورد ترکیب رنگ ها میخوایم با هم صحبت کنیم. رنگ هایی که شما در سیستم های کامپیوتری، چاپ های دیجیتال، پرینترهای رنگی مشاهده میکنین از ترکیب سه رنگ RGB به معنای R رد قرمز، G گرین سبز و B براون قهوه‌ای تشکیل شدن. در کار چاپ افست و برخی از دستگاه‌های چاپ دیجیتال پیشرفته امروزی این ترکیب رنگ‌ها از 4 رنگ CMYK تشکیل شدن که معنای آبی، قرمز، زرد و مشکی هستند. در مورد این تشکیل ترکیب‌های رنگی در ویدئوی قبلی با هم صحبت کردیم. از این گزینه شما میتونید ترکیب رنگ‌های مختلفی رو ایجاد کنید که اینجا هم CMY داریم، RGB داریم، CMYK داریم و گری اسکیل به معنای تک رنگ مشکی که به میزان در واقع درصد رنگی که شما در هر شکل به کار بردین به همون درصد اون رو تبدیل به مشکی یا خاکستری میکنه. یه رنگ دیگه هم اینجا داریم به نام ریجستریشن کالر که این مخصوص ریجستر گذاری در فایل هاییه که شما میخواین آماده به چاپ کنید برای ارسال به لیتوگرافی که در مورد این گزینه در آینده با هم بیشتر صحبت میکنیم. بپردازیم به دو دسته رنگ CMYK و RGB. عرض کردم رنگ های RGB تمام رنگ هایی که در صفحه مانیتور شما مشاهده میکنید از این سه رنگ RGB تشکیل شدن که شما میتونید با درصد هایی که جلوی هر رنگ وجود داره رنگ مورد نظر خودتون رو ایجاد بکنید. برای خروجی های چاپی خب شما باید از ترکیب 4 رنگ استفاده کنید. یعنی اگر در کارتون رنگ RGB به کار بردین باید اون رو در حین خروجی تبدیل به 4 رنگ CMYK کنید. در کورل پیشفرض پالت های رنگی که وجود داره همه اینها CMYK هست. چون کورل یک نرم افزار اختصاصی هست که بیشتر برای تنظیم فایل های آماده به چاپ به کار برده میشه. شما میتونید رنگ های مختلف رو از این پالت ها بردارین و به ترسیمات خودتون اضافه بکنید. حالا اینکه ترکیب رنگ های متنوعی رو در یک شکل داشته باشیم خب اینها رو در ویدیوهای بعدی با هم کار میکنیم که میتونیم از این ابزارهایی که در بالای صفحه حین باز کردن پالت رنگ مشاهده میکنید ترکیب رنگ های مختلفی رو میتونید آزمایش کنید. ممنون از همراهی شما.